این چشمه آلوده پر از گل و خس در محله چرمگران پایانی شهر کلاب است. در آن 5 ماهی شنا می‌کند. این چشمه بیبی دلافروز نام دارد. صاحبان این چشمه با جز چند نقل و روایت چیزی درباره آن و ماهیانش نمی‌دانند. میگویند که عمر ماهیان در این چشمه از 150 سال زیاد است. همین یکمی همین کوچه محله مایه، مقصد بابای ما اومدگی همینجا زمین گرفته زندگی کردگی. این ماهیا بودن وقتی که زمین گرفته این ماهی قطعی همین چشمه قطعی گرفتگی. خب بابای ما گذشت مقصد پدری ما همینجا با کلان شد از کودکیش تولد شد 70 قریب گذشت. با ما این 40 سال دیگه یاد داریم. قای 150 شما میدونیم 150 سال شده که همین ماهی در اینجا نه کم میشد نه زیاد. چشمه در منزل جایگیر است که تا سالهای 1920 مکانی بود و باش میران کلاب بوده است. اون چشمه ها خیلی سیراب بودن، بالاتر هم بودن. امروز از بس که در بالا همون چاهای آب کنده استادن، آب زیر زمین برآورده استادن، چاهای اون چشمه ها قریب کماب شدن و در عرفه خشک شدن هم هستند. درباره ماهی های این چشمه روایت های مردمی بسیار است. آبی چشمه روان است اما ماهی ها از گردی چشمه دور نمی شوند. گذشتگان این خاندان ماهی ها را به هر نوع نگاه کرده اند. با نقل بهادر بیبیش تمام عمر ماهی ها را پنهان میکرد. از سال 2006 بالای چشمه را باز کرده اند. حالا با گفته بهادر قرار است در خانه آنها کامپلکس ساخته شود. از سال 2006 باید خانه ما را ساز کرده، جای تاریخی کرده با ما تیان. خیلی آزم ممکن وقتش نباشد دیرتر. 1 سال پیش دیواری همسایه بالای چشمه فرو ریخت. یکی از این ماهی ها زیر دیوار مانده نابود شد. حالا در چشمه 5 ماهی مانده است. گاهی رنگ هم عوض میکنند. مکان اساسی چشمه از قلعه اساسی 100 متر دور است. ساکنان چشمه را معجزه‌ناک و شفا بخش می‌دانند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.